خب داستان غدیر مفصل است، ولی عموم شیعه از داستان غدیر جز جمله فمن کنت مولاه فهذا علی مولاه چیزی نمیدانند، در حالی که فقط 3 ساعت خطابه پیغمبر در صحرای غدیر طول کشید. یک کسی بالای منبر 3 ساعت صحبت کند، اون هم سمعی و بصری، دست امیرالمؤمنین را بگیرد و اونقدر بالا ببرد که کف پاهای امیرالمؤمنین به زانوان پیغمبر برسد. در این حالت خطبه بخواند و امیرالمؤمنین را به مردم معرفی کند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در صحرای غدیر با اون خطابه‌ای که خوندند و اون آیاتی رو که مطرح کردن و اون صدر و ذیلی که برای سخنان خودشون آوردن، کار رو 4 میخه کردن و به همه تفهیم کردن که مقصود من از مولا صاحب اختیار بودن علیست، اولا به نفس بودن علیست از خود شما. او همچنان که من مولای شمایم مولا و صاحب اختیار شماست. و جالب اینجاست که این قرائن را به حمدالله خود عامه نقل کرده اند، از جمله خطیب بغدادی در جلد 8 تاریخ بغداد، ظاهراً صفحه 245 و 246. اونجا از ابی هریره نقل می کند که می گوید روز غدیر روزی است که اگر کسی اون روز را روزه بگیرد، خدا ثواب روزه 60 ماه را در نامه عمل او می نویسد، همچنان که اگر کسی روز مبعث را روزه بگیرد همین ثواب را خدا برای او می نویسد. که خود مقارنه بین روز مبعث و روز غدیر که از نظر ثواب یکیست نکات لطیف و دقیقی دارد، اون هم در لسان یک همچه شخصی. بعد این آقای ابی هریره در تعریف روز غدیر چنین میگوید روز غدیر اون روزی بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در صحرای غدیر دست امیرالمؤمنین را گرفت و رو کرد به مردم و فرمود الستو ولی المؤمنین. حالا تو نقل بعضی از عامه و نقل علماء شیعه این عبارت را دارد الستو اولا بکم من انفسکم، آیا من سزاوارتر به جانهای شما و اموال شما و همه هستی شما و دین و دنیای شما از خود شما نیستم؟ قالوا بلی یا رسول الله، چرا هستیم؟ به مجردی که پیغمبر این اقرار را از مردم گرفت با فای تفریع، یعنی این مطلبی که من دارم میگم الان متفرع است بر اون مطلبی که اقرارشو از شما گرفتم، فمن کنت مولاه فهذا علی مولاه. بنابراین هر کس من مولای او هستم به همون معنایی که اقرار کردید که تو اولا به نفس مایی، همانی که قرآن میگوید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی دقیقاً خدا معنای مولا بودن پیغمبر را تو این آیه معنا کرده. کما این که در اون آیه دیگری که باز پیغمبر در صحرای غدیر تلاوتش کرد و بهش استدلال کرد همین معنا یاد شده که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. که این آیه به شهادت سنی و شیعه مصداقی جز امیرالمؤمنین در عصر نزولش نداشت.
او بود که در رکوع نمازش اون انگشتر گران قیمت را به سائل بخشید و جبرئیل نازل شد بر پیغمبر و این آیه رو تلاوت کرد که ولی شما، صاحب اختیار شما، اولا خدا، ثانیا رسول خدا، ثالثا اون کسانیان که به خدا ایمان دارن، اقامه صلات میکنن و در رکوع نمازشان زکات میدهند، اینا ولی شمایند. که یه مصداق بیشتر نداشت. حالا کار نداریم، در روایات ما دارد که هر امامی بعد از امیرالمؤمنین موفق به این تصدق شد، لذا خدا هم به صیغه جمع آورده است، نه به صیغه مفرد. الذین آمنوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و هم راکعون. این صیغه جمع بودنش نظر دارد به امامانی که بعد از امیرالمؤمنین می آیند تا امام زمان سلام الله علیه. جالب اینجاست که ابی هریره میگوید بعد از آنی که پیغمبر این اقرار رو گرفت و این جمله رو فرمود که فمن کنت مولاه فهذا علی مولاه، جبرئیل نازل شد و این آیه رو بر پیغمبر تلاوت کرد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. که باز طبق این حدیث ابی هریره و طبق نقل خطیب بغدادی در تاریخ بغداد، شأن نزول این آیه هم روشن می شود که اون یوم، اون روز غدیر بود که خدا می فرماید امروز من دین شما را کامل کردم، نعمتم را بر شما تمام کردم و امروز که علی به عنوان خلیفه پیغمبر معرفی شد از اسلامتان خوشنود شدم. یعنی من خدا از اسلام منهای علی و ولایت علی خوشنود نیستم، از اون مسلمانی هم که دم از اسلام میزند راضی نیستم. من فقط از اون مسلمانی راضیم که بعد از پیغمبر بلا فاصله سراغ امیرالمؤمنین رود. این یک اجمالی راجع به داستان غدیر که حالا توی خطبه پیغمبر خیلی حرف